سلام دوستان، امروز میخوایم چند تا شغل دیگر رو یاد بگیریم. اما میخوام بهتون 2 روش ساده بگم که برای به خاطر سپردن این کلمات کمکتون میکنن. روش اول، اینکه یک بار فقط گوش کنید. دفعه دوم هم گوش کنید و هم تکرار. و دفعه سوم آدیو رو قطع کرده و خودتون کلمه رو سعی کنید به خاطر بیارید. و سعی کنید حتما بلند تکرار کنید. بلند تکرار کردن این کلمات خیلی بهتون کمک میکنه. و اما روش دوم. تا حالا شما 3 ساختار جمله سازی رو یاد گرفتید. یک جمله خبری مثبت، an affirmative statement، یک جمله خبری منفی، a negative statement و یه سوال yes no، یعنی yes no question، سوالی که جوابش یا yes هست یا no. خب با این فرض حالا میتونید هر کلمه رو در هر 3 ساختار استفاده کنید. به این روش شما 3 مرتبه ذهنتون رو با اون کلمه درگیر کردین و این به شما کمک میکنه راحت تر اونو به خاطر بسپارید. حالا به این مثال دقت کنید. She's a nurse، یه جمله خبری مثبت. همین جمله رو منفیش میکنیم. She's not a nurse. و یک بار هم question میگیم. Is she a nurse؟ خب حتی میتونید یک بار با فاعل های مفرد دیگه مثل I، she، he و یا اسامی مفرد که نقش فاعل رو دارن مثل Kate، Andy و غیره جملات رو بگید. و یه بار هم از فاعل های جمع مثل we، you و they استفاده کنید. به این روش شما هم لغت جدید یاد گرفتین و هم ساختارها رو مرور کردین. حالا وقتشه بریم سراغ لغات جدید امروزمون. An accountant، یک حسابدار. A bank teller، یه تحویلدار بانک. An electrician، یه برقکار. A florist، یه گل فروش. A gardener، یه باغبون. A grocery clerk، یه خاروبار فروش. A hairdresser، یه آرایشگر. A mechanic، یه مکانیک. A pharmacist، یه داروساز. A professor، یه استاد. A reporter، یه گزارشگر، خبرنگار. A salesperson، یه فروشنده. A travel agent، یک بلیط فروش. A secretary، یه منشی. A server یا a waiter، گارسون. A nurse، یه پرستار. A lawyer، یه وکیل دادگستری. خب عزیزان، اگه از محتوای این ویدیو خوشتون اومده لطفا اونو لایک کنید، پیج رو سابسکرایب و علامت زنگوله رو هم فعال کنید. سپاسگزارم.